ماهیگیر. مرا میگی؟ ماهیگیر نیستی؟ یه کشتی از تو بود؟ بله بود. بازم از تو باشه بگی. این دیگه چه قسم است؟ نشخو نیستی؟ حالا مرا پس برسونم داره. بیا درد چی است؟ کشتی را خریدی، حالی هم با خیر خوشی ازش استفاده که دیگه. این کلی را پس بگی. بچه‌م تو چه قسم آدم هستی؟ گفتم بیا مرا برسون. حالا دیگه گوش کو جنید، ده ای کار نباید کسی کشته شوه یا کسی زخمی شوه. ما عزیزه سالم میخوایم. گپ ما فهمیدی؟ فهمیده شد رئیس. خوب است. خود چی کردی؟ کاری که برات گفته بودم من قبول کردی؟ هنوز نه. حالا باید آخرین نشانمو بزنم. اگه تونستم هدفمو بزنم که بیازم میزنم. اگه نتونستم اون وقت باز به کار جزیره میرم. خواهش میکنم کدام اشتباهی نکن لطفاً. ما اشتباه نمیکنم دفنه، اما میخوایم که اشتباه خود جبران کنم. یعنی بیادرم. او عزیز لعنتی فکر میکنه که اورال او را زده. اینه باز بعدن خودم شخصی برش میگم یک کار ساده و آسان دفنه. همه قصه ادامه میتمش. اگه خرابی کنی بیچاره میشی. ما مجبور هستم دختر، مجبور هستم. صاحب قمارخانه از من 5 میلیون میخوایم. فقط یک راه است که بی سر و صدا و پیسر پس بهتون فهمیدی دفنه؟ او رام ای است که من پس در از کار باشم. اگه نه شوهرت بیچاره میشه دفنه. تشکر. خوش آمدی. بیا. خوش باشه. باش برات یکان چیزا مدک کنم. ده اینجا خب کل چیز آماده است. میبخشین ما امروز یونیفرم ما ناوردیم. ضرورت نیست. نه یونیفرم اینجا ضرورت نیست. مهمانتان کجاست؟ من فقط یک مهمان دارم و اوم تو هستی. فکر کنم کدام سوی تفاهم شده. او هم یک سوی تفاهمی بسیار کلان. من مهمان شما نیستم. میشه بگوین که مرا پس به ساحل برسانن؟ اگر از تو شا بخواهی ما نمیخوایم که تو پس به ساحل بری. یعنی چی که نمیخواین؟ میشه بگوین مرا پس ببرن؟ نه این دفعه نمیخوایم تو را از دست بتا. راستش این کشتی 5000 یورو نمیارزه. البته ارزش معنوی داره. اوش دیگه فرق میکنه. نمیشه اثرش قیمت ماند. خب اگر نمیخواستی استفاده کنی پس چرا ایره خریدی؟ سرم رفت بچه. تو هم قدر گپ نزن. الاکوی گپاره. راستش برات میگم این کشتی با دردت نمیخوره. باز با من میگی که این کشتی پیش تو باشه. من از این رقم گپا هیچ خوشم نمیاید. بیبی پیسه جمع میکنم میایم پیشت میشینم. باز برات میگم که ایره برام بفروش. اگه فروختی از پیشت میخرم. این قسم خوشم نمیاید. تو معلوم میشه که برام صدقه بدی. راستی من یک گپ دیگرم نفهمیدم. با این کشتی میخوای چی کنی استاد؟ این کشتی ماهیگیری قدیمی است. خودت باید از این کشتی‌های لوکس تفریحی سوار شوی. همراهی از این کشتی چی میکنی هیچ نفهمیدم. بچین تو چپ نمیشینی؟ با خیالم تو هیچ طرف پدرت نرفتی ها؟
تو پدر ما از کجا میشناسی؟ پدر تو ابراهیم درست 25 سال پیش زندگی مرا نجات داد. یک خانواده بیشرف سرم تهمت کردن. باز با وجودی که بیگناه بودم باید زندان میرفتم یا ای که برای همیشه از اینجا فرار میکردم. او وقتا مثل امروز رفتن با یونان مخصوصا قاچاقی برای کلگی ناممکن بود. هیچ کس روزی نبود برای اونجا ببره. هر کسی که گفتم کلشان انکار کردن. اما وقت ابراهیم یعنی پدرت او وقتا برای ما دهوتر ماهی می آورد. پدرت از اونجا میشناختم. نمیفهمم از کجا شنیده بود که من میخوایم از اینجا فرار کنم. پیشم آمد گفت من باور دارم که تو بیگناه هستی. گفت من تو رو میبرم. به خاطر من، فقط به خاطر من که سر من باور داشت. بدون یکی یک قران پایسان بگیره زندگی خدا در خطر انداخت. مرا به یونان رساند. ما ای داستان نفهمیدم. خدا بیامرزش خورد که بودیم یگان وقت بر ما میگفت. اما قسم بر ما میگفت که فقط یک کس دیگه این کار کرده باشه. چقدر آدمای مهربان و خوش قلب بوده. پس یعنی او آدم مهربان پدرم بوده. ما اینجا امروز آمدیم که قرض خدا به ابراهیم پس بدم بچه. دیگه قرض مرز ندارم. یک کشتی از تو باشه. امیاله مرا از اینجا پس روان کنین. اگه نه خدا در دریا مندازه. صبر کن نرو. یکم آرام باش. بیاز وقت گپای مرا بشنوی مطمئن باش وقت فکر تو آرام میشه. هر چیزی که میگین بگوین دیگه امیاله. بسیار مقبول هستی. اینو میفهمیدی؟ بسیار زیاد زیباستی. من عاشقت شدم مثلا. میفهمم بسیار زود شد اما اگر تو می شرایط تجربه میکردی حالا میتونستی مرا درک کنی. میخوایم که از ما باشی. شما خدا چی فکر کردین ها؟ من تا چند روز دیگه عروسی میکنم. ببینن خواهش میکنم گپ زیاد کلام نکنین. با پلیس زنگ میزنم رسما از شما شکایت تو چی میکنی؟ تو چی کردی؟ کارای اشتکنه نکن. از من چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ مرا پس روان کن. آزار میکنم مرا پس روان کن. چی میشه؟ هم دفعه دیگه تو را از دست نمیتونم. عروسی میکنی اما همراه من. میشه لطفا این رو بخوشی؟ تو دیوانه هستی. برات گفتم میره با پاش. فقط یک نان ساده با هم میخوریم. برات گفتم میره با پاش. زود باش دیگه. سیز میپوشم اما بعدش باید مرا به خانه روان کنی. باید الهی فکرت باشه برش ضرر نرسانی. یک چند فایر هوایی کو که بترسه. ما خواهی تو چیزی رو یاد نگرفتم. اجازه بده در پایش بزنم. تو هیچ گپا نمیفهمی. یک بار برات گفتم فایر کو. تو تنها فایر میکنی. او فقط یک دشمن داره. او هم رول است. باید فکر کنه که او فایر کرده. مطابقی کارا را قصینان حل میکنه. تو کار خود انجام بده بس خلاص. زیاد پیسه مصرف کردم ماما. به خدا این قسم هیچ دلم آرام نمیگیره. در مقابل ارزش معنوی مادیات مهم نیست. در این صورت زیاد کم نزن. ابناستم معذرت میخوایم. در کشتی کم زیاده روی کردم. گپای حقناق گفتم اما تو هم بدل نگی. ما میگم گپای تا بالا زدم. حالا دیگه خداحافظ. تشکر ماما. بله ابرو میشنوم.
ماما عزیز. بیبی پوشیدم حالا مربان که برم تو برم دیگه چاره نموندی جانم. پیش نیا همونجا استاد شو لطفا پیش نیا. باور کنم رایم از زیاد خوشحال می باشی. نه خیر از من دور باش. الهیم کن لطفا الهیم کن لطفا از من دور باش. برای بانک برم لطفا برای حضور میکنم بانک برم حضور میکنم. نه الهیم کن لطفا. مثل این دفعه دیگه نمیخوایم تو از دست بدم. خوب هستی؟ بچیم کانون حافظ بچیم کانون آرام باش بچیم آرام باش. الان با شفاخانه میبریمش. زود باش. خدا را شکر مرمی خارج شده و شفاخانه نره. تو چی میگی بچه؟ بشین آرام باش. زخمش زیاد عمیق نیست. تو چی گفته میری؟ پلیس خبر میشه. نو از زندان آزاد شده. یکی از اونا رام زخمی ساخته. این بچه هم دوستی دار میشه. بیا کی را دیگه قسم حل کنه. گله من خراب نکو هرچی میشه شبه. من خوب هستم. چی خوب هستی بچه؟ مرمی خوردیم مرمی. رئیس مرمی از بدنش خارج شده. ما می کارا را دیده. مگه وضعیتش خراب میبود میفهمی که زودتر از تو به شفاخانه میبردمش. بشین. ما حال حرکت میکنم پدر جان. شما هم دیر نکنید. ایجا از هتل بیرون نشی دخترم. فهمیدی؟ چی گپ شده پدر جان؟ ایجا گپ ما گوش کن. از هتل بیرون نشی ما میایم. گوش کن بچه. ما یو جل زن دوام و هر چی داره با خود گرفته به هتل میایم. زود شو.
چرا این کار کردی؟ من با تو چی بدی کرده بودم بگو لعنتی؟ من با تو چی بدی کرده بودم؟ با تو چی بدی کرده بودم؟ جواب بده. لطفاً گریه نکن. برات وعده میتونم دیگه تو را جیگرخون نمیسازم. بر من کدام چاره‌ای نمانده بودی. بدون تو نمیتونم زندگی کنم. خواستم از من باشی. لطفاً نترس. بیبی کدام از زیاد خوشحال میباشی. تو دیوانه هستی، روانی هستی. خوشحال میباشی. با هم ازدواج میکنیم. چرا گپ نمیفهمی اصلا؟ از ما دور باش، با من دست نزن. میگم با هم دیگه خوشحال میباشیم. چرا گپ نمیفهمی؟ خوشحال میباشی. با من دست نزن. رئیس پدر چی شده؟ آماده است رئیس، کلی چیز آماده است. چی گپ شده؟ ای کی است؟ حالا ایجا چوب باش. حالا زود چو کمک کو. حالا بچه. کمکم کنین. کمک کنین. کسی نیست. اصل کمک. اصل کمک. لطفاً کمکم کنین. اصل لطفاً. اصل این کار نکن. خواهش میکنم مزار میکنم این کار نکن. اصل از من دور باش. اصل 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 اینجا بیا. لطفاً آرام باش. اصل آیسته وضعیتش چطور است؟ زخمی شده. مرمی از بدنش بیرون شده. خون ریزیش متوقف بساز. حالا بیادر جون حالا. رابطه مرا کمک کن ایجا. یک لحظه چی جریان داره پدر؟ مرمی چی؟ چرا به شفاخانه نبردینش؟ ایجا دخترم زبانت نه دست تکن بخوره. یوجل بیادر کمک کن. نه قسم نمیشه پدر، به یک شفاخانه ببرمش. اگه ایره چیز شوه چی؟ آرام باش، خوب میشه. چی زخمایی که خوب ساختی. حالا دیگه کمک کن. ای بچه کیست؟ چی کار است؟ چرا زخمی شده ها؟ خدا گرفتار بلا میسازه. از این کار مبروی یا نمبروی؟ اگه این کارا میتونی خوب، اگه نه زیر دور برو. کنان چی گپ شده یوجا؟ از درد بیهوش شد. شما بیرون برای تنها ما و ایجا میباشه. یوجل بیبی هی بچه زنده بمانه. خوب میسازیش. دلیلتون قبول ندارم. شماره که شما با تماس شده اید فعلا خاموش. اوف دقار خدا شوی. کجاستی کنعان؟ کجاستی؟ کلا پلانایم خراب میشه. حالتش چطور است؟ ما کوشش خدا کردیم. طال من بود که مرمی در داخل نبود. ایجا متوجهش بوده میتونم. خیر ببینی یوجل، بازم به کمک ما رسیدی. در خدمت هستم. تشکر. پدر جان کی است؟ موضوع چیست؟ کس را سرم پانسمان کردی که نمیشناسمش. این کارم جرم است پدر. برش هیچ کار نکردیم. هیچ کاره. یعنی چی؟ این شیر بچه کس نه. این شیر بچه به خاطر من خدا دکام مرگ انداخت دخترم. یک لحظه لطفاً واضح بریم بگوین پدر. امروز در بندر یک کم نسل به شرف سر ما فایر کرد. این شیر بچه
به خاطر من خود پیش مرمی انداخت. یعنی یادم کنان. در سایه کنان زنده هستی اما قسم. بله دخترم، بله. به خاطری هر چی کنیم کم است. هیچ خبری نیست یا که کارا برعکس پیش رفته ها؟ زیاد تاکید کردم به خدا. حتما به نتیجه میرسم، تشویش نکن. خوب است. فکر عزیز مخشوش میسازی. از امیالی به کلگی پخش کو که اورال دیمینوغلو بالایش فایر کده. فهمیدی؟ درست است، تو تشویش نکن، من حلش میکنم. اورال کجاست؟ ما چی بفهمم؟ آقا تاره. بفرمایین خانم جانم. اورال کجاست میفهمی؟ با کشتی به بر رفته. همراه کی؟ همراه یک کارمند ما. همراه خانم حسن. هر دویمو میفهمیم که آخر کار به کجا میرسه. سر از همیالی عروستان براتون تبریک باشه مادر جان. گرچه دختر فقیر هست اما مهم نیست. تو با تلاش زیادت او رو مناسب فامیل ما میسازی. اینو خوب میفهمم. گپایی بیمانا را بار. تو از خود کاروبار نداری؟ چطور کار ندارم؟ با کارهای سر پای میدامم میتونم مادر جان. حوصله بس کردن با تو را ندارم سینا. بیازو از بیادرم با من خیره نمیرسم. دل تو هم جمع باشه مادر. تو یک روانی هستی. تو را حتما میکشم. قسم میخورم که میکشمت. فهمیدی؟ زندگی من ازم گرفتی، مرا تباه کردی، دقار خدا گرفتار شوی. هر کاری کردم به خاطری بود که تو رو دوست دارم اصل. کل اتفاقایی که افتاده علتش تو هستی. از اینجا برو. گم شو برو. الهیم کن بانکه برو. لطفاً بانکه برو. مادر؟ بچه چرا جواب نمیدی؟ چند دفعه برات زنگ زدم، کجاستی؟ کمکم کنه، لطفاً کمکم کنه. اون صدایی چی از اورال؟ اون صدایی چی بود اورال؟ نمیتونستم مسئله از دست به تو مادر. چی کردی؟ تو چی کردی ها؟ هیچ کاری نکردم، فقط تو را دوست دارم. درست است جانم. آرام باش بچه. خوب هستی؟ اصل خوب است اورال؟ ها؟ ات فکر کردم که کمک میخواه. نمیتونستم اجازه بتم که امروی کسی دیگه عروسی کنه مادر. اصل فقط از من است. درست است جانم. حالا به گپایم گوش بده. گوش میکنم مادر. آرام باش. میفهمی که تو را بسیار خوب درک میکنم نه؟ من هم دوست و هم رفیقت هم رازت هستم بچیم و هم مادرت هستم. بیبی جانم، من همیشه در پشتت بودیم و همیشه هم خواد بودم. گفتم فهمیدی نه؟ میفهمم. پس درست است بچیم. حال فوراً پس اینجا بیا. هر مشکلی که باشه با هم یک جای حل میسازیمش. قسمه که قبلا هم حل ساخته بودیم. درست است بچیم؟ اگر نام مام ابرو باشه این موضوع رو حل میکنم. هر چی که میشه شوه.
دیگه چی گفت؟ درست است، فهمیدم. یخن خاکم کجاست ملکه؟ پیدایش نتونست. او تو کدامش؟ ده اونجا آویزان است. اونجا خونه است؟ حالا برات پیداش میکنم. به اصلشان اینا را آماده کردیم. ای چی است ملکه؟ ای چی است؟ 25 سال کسی که تو اولادت ایلا کده رفته، چطور عکسش نگاه کده میتونی؟ چطور؟ به خاطر اصل نگاهش کردیم. قسم میخورم نیت دیگه ای ندارم. به اصل چی میگی ها؟ او پدر بی شرف تو وقتی که در بطنم بودی ما را ایلا کده رفته میره برش میگی؟ خواستم که یک عکسش داشته باشه. چی بگویم؟ شاید بخواه پدر خدا بشناسه. افسوس به تو زنکه، افسوس به تو. پدر او ما هستم. ما واقعیت چی را به اصل میگی؟ بگو. ما متوجه شما بودم. ما برشان باید بگویی که ما برش پدری کردیم. او عزیز بی‌شرف وقتی که شما را ایلا کرد و رفت، ما چه قسم از شما حفاظت کردم؟ ای را برش بگو. ما به خاطر تو در جامعه بیگانه آواره و سرگردان شدم. تو ای را خوب میفهمی. زجر کشیدم اما صدای من نکشیدم، به خاطر که تو احساس بیگانگی نکنی. وطن و فامیل خود نادیده گرفتم. همی بود وفای تو همی بود. بگو حیف 25 سالم. خلیل استاد شو. غلط در کردی خلیل، غلط. اوف. چی شده؟ تو چی وقت کلان شدی و دکتر شدی دختره؟ هنوزم در پیش ما مویژه هستی که نو را رفتن یاد گرفتی. من شاید همیشه پیش چشم تو او ایجی که نو را رفتن یاد گرفته باشم. شاید او وقت ایلا کردن ما برات سخت شوه ها. ای گپ ایلا کردن دیگه از کجا شد دختره؟ ای که کلان شدیم فکر میکنی به پدر و مادر ضرورت ندارم؟ پدر، من همیشه ضرورت دارم. ضرورتم خود داشتم. وقتی که مادر مرد تو متوجه ما بودی. اگر تو هم بری ما چی خود کردیم؟ ایجا بیا دختره، بیا گریه نکن. شاید تو را از دست میدادم پدر. ای که گفتم نه پدر ما پیدا کردم تو را از دست میدادم. من نیت ندارم جای برم دختره. اشکای تپکو. اوخ حالا دیگه برو پیش کنان باش. رئیس تو هنوز باهوش نامده؟ ایجا گفت و زودی باهوش نمیایه. این شیر بچه خوب میشه، حتما خوب میشه. بچه ها را در اطراف هتل تقسیم کردیم. امنیت دو برابر ساختیم در جریان باش. خوب است. حالا برو اون نفره را که امروز سر ما فایر کده پیدا کن، اینجا پیش ما بیارش. رئیس چیزی میخوایی؟ کنم؟
بیا پدر بالاخره آمدی. نیک جانان اینجاست دختر. چی؟ گفتم جانان دیمیروغلو اینجاست. نمیفهمم. خیلی چرا مرا خواستی؟ من فکر کردم جانان دیمیروغلو اینجاست آمدم. حالا ای گپا را بان موضوع ما بزرگتر از این چیزاست. دختره من از دیمیروغلو ها کدام مسئله بزرگ چی بوده میتونه؟ توبه توبه پدر جان این موضوع هم درباره دیمیروغلو است اما این دیمیروغلوی دیگه است. چی؟ او کی است؟ اورال. اوره چی شده؟ خب حاله نمیفهمم چه قسم بگویم. راستش هرچی که شده زود برم بگو دیگه. توبه توبه. اصل فعلا در کشتی اورال است. فقط او 2 نفر است. او هم تک و تنها. برام زیاد با ارزش هستی. اگه بخوایم بگویم کلمات کفایت نمیکنه. درست است میفهمم این کارم اصلا خوب نبوده اما من مجبور بودم اصلا. چرا که یا تو رو به دست می آوردم یا تو رو میکشتم. یک روز مرا درک میکنی. در این زندگی تو را بیشتر از من و بهتر از من هیچ کسی نمیتونه دوست داشته باشه. بیاز اجازه ای کارو نمیتونم. هرگز از هم جدا نمیشیم. هیچ وقت. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. بیبی روز میرسه که تو هم بدون من نمیتونی زندگی کنی. بیبی برات وعده میتونم به خاطر خوشید هر کاری که بتونم میکنم. هر کاره. تو هم منم مثل من دوست خواد داشتی عزیزم. میکشم. شاید باور کردن نتونین پدر جان اما اورال بعد رقم پشت اصل ما را گرفته. این دیگه چی مانا داره؟ میخوای با او خوشگذرانی کنه؟ او قدر شاید دیگه نمیفهمم. انشالله که او قسم نباشه. شاید عاشق چیزی شده باشه. نه جانم قدرم نیست دیگه. اگه بگوی امکان داره بله داره. صبر که حال حقیقت خود فهمیدی. الایم کو گفتم الایم کو بان که برام لطفا. اصل کنی. اصل تو چی میکنی آقا اورال؟ چیزی نشده. اگه دفعه دیگه سر اصل دست بالا کنی دستت برات میده میکنم. از بین میبرمت احمق. لطفاً کمکم کنی. اما واسل با هم هستیم. با هم عروسی میکنیم. چی؟ اصل یک دقیقه صبر کن. من متوجهش میباشم. قسمه که قبلا راضی ساختمش همه قسم کل چیز خوب میکنم. اصل شما چی میگن آقا اورال؟ گپ عروسی انسانای مثل شما با فقیرای مثل ما عروسی نمیکنن آقا اورال. برام گفته بودی دیمیروغلوها رو خوب میشناسی. یادت است؟ سالها در کنار پدرم کار کردی. وقتی که ما یک کار بگویم انجام میدیم حتما این کارو میکنیم. ما هم همراه اصل عروسی میکنم. یعنی دخترت ازت میخوایم. اصل چی بخواه و چی نخواه. کجاستی و دختر؟ بیجوری تا بی خاک دست سرت.
اصل کجاست؟ نیست. کل جای دیدم اما نیست. فقط که زمین دو چاک شده و در بینش رفته. صحیح سیل میکدی؟ بیبی که اصل هست؟ اورال دمیروغلو. حالا چی برش بگویم؟ بگو پیداش کردیم. بی از یه آدم دیوانه است. موضوع کلانتر شده میره به خدا. از زیر باری مسئله بیرون شده نمیتونیم و دیگه کجا رفته میتونه. شاید خانه رفته باشه. ما از پشتش میریم. بیا که بریم. بله. اصلا پیدا کردی؟ بله پیشم است. حالا به خانه میریم. جایی نرین، ما اونجا میایم. باید اصلا ببینم. نه قسم نمیشه. یعنی حالا وقتش نیست. کمه به ما وقت بدیم. بیازو ما وقت حرکت کردیم. پس قبل از اینکه مشکل کلانتر شه و حل کنیش. شنیدی چی گفتم برو؟ شنیدم آقا اورال. خوب است. اورال؟ پایت چی شده بچه؟ تو رو چی شده؟ بشینه چی؟ به هوش آمد، با اتاق میبریمش. کار اونا سنی؟ ای کار دیمیروغلو هست. با زودی خود فهمیدیم. بعد از اونا و یا کس دیگه بعدن چی پدر؟ تو هم مثل اونا برشون ضرر میرسانی؟ ای کار هیچ خلاصی نداره پدر. ای کار خلاص نمیشه. در وقتش سر اونا رو باید قطع میکدم. اگه ای کارو میکدم شاید ما زنده می بود. به خاطر که پشت ای کار اعلان کردیم اینوی قسم میکنن دختریم. گرچه از اورال انتظاره چون این حرکت بمانی را نداشتم، اما بعض انسان ها خمچشون می باشن. چی شده؟ تبش بلند شده. نالشم که میکنه به همون خاطر است. نرو اصلا نرو. حالا کم آرام میشه. خب حالا چی خواهد شد؟ فکر میکنی پیش تو برمیگرد؟ حسن